من اینو دینه گیتام دینه انا من خوشی شکستم موندگیشه واکرگیم نی گو روزکره نه هم نه روزکره خودم مالا موندگی این انا من بردن اکتبه لباش انا من خوشی شکستیم خودم شکل بینه گفتم اینو ما کنم منم سیلا خودشان میدیدی تو کام بود کنم ببینه چی منم سیلا خودشان میدیدی تو کام بود کنم ببینه چی آیا این دفت معنا این دفت نلکش که بشو میکنم زمین دیدم اصلا دوست دارم منگم نمیشونه وقت تلویزیون آجا من بخشن کارم تکرار نمیکنم در آتون همه آقتان کشادت رفتن جای میرفت دوزی نمیکنم دوزی نمیکنم دست خونم نمیرسونم دست خونو نمیرم شوم به خیانه نمیکنم شون به خیانت اصلا خواهر نمیکنم شوم با پاچکش نمیتروشونم موشا موی پاچکی شون نمیدارم دادات میگم نمیگم گویه دادات برمیگم ای اداقینه گه اینترنت من نپرتم نومم دیگه زبس کن ای اداقینه گه اینترنت من نپرتم نومم دیگه زبس کن سلام علیکم دوستان گرامی امیدوارم که همگی خوش و سربلند سر حالت خدا کند که مثل ما سرما نخورده باشید. خب دوستان هر یکی ما و شما میدونیم که در مهاجرت و یا در غریبی یکی از مشکلی های جدی یکی از پرابلم های اساسی ما مهاجران غریبان این نداشتن حجت یعنی تمام شدن حجت و گذشتن گرانیت می باشد که ما را با مشکلی دچار میکند. اگر دوستان بخواهیم که همین مشکلی ما و شما برطرف شود و برای برطرف نمودن این حتما هر یکی ما فکر میکنیم که برای شخصان باوریناک و ماشین ها و نقلیات های با باوری داشته مراجعت کنیم. دوستان یکی از همین برادران ما که الان در نوار دیده ایستاده این شخصان می باشند که چند وقت هستند که دوستان را برادران را برای گذشتن گرانیتسا یعنی برای از نو کردن حجت ها برده میارند و خودی برادر ما تاکید کردن که غیر از زپرد دیگر مشکلی هایی که دارن آنها را حل میکنند. برای داشتن معلوماتی بیشتر و یا فهمیدن بسیارتر میتونن که بر رقم های بالای اکران بوده زنگ بزنین و معلوماتی بیشتر را از خودی برادرمون فهمین. دوستان خوب و مهربانم حتما زنگ زنید، از انتخابتون پشیمون نمیشوید. ماشین های کامفورت و شخصانی خوب خوش معامله به شما رای سفید و برای کار خواهانم. خدا نگهبانتون.